با سلام احترام خدمت همه کسان که این برنامه رو میبینید. دوستا، روش هفتم به خاطر خاموش نمودن کامپیوتر، شما از کیبورد کامپیوترتون علامه ویندوز همراه آر را همزمان کلیک بکنید. بعد در اینجا تایپ کنید دوستا که CMD. وقتی CMD را تایپ کردین از کیبورد کامپیوترتون انتر را بزنید. بعد در اینجا دوستای عزیز نوشته کنید که بله شت داون -S و -T 0 سکند. وقتی تایپ کردین انتر را دوستا از کیبوردتان دوباره بزنید، اتوماتیک کامپیوترتان خاموش میشه. بخیر باشین و صحتمند.